باشه امشب خیلی بی‌حوصله هستی. برای همین نزد تو آمدم الینیکا. زود باش مرا سرگرم کن. الینیکا میدونه چگونه جنابش را سرگرم کند. خوش آمدی. ممنونم. لکن امشب نمیشود. چرا؟ بسته است. اگر بسته است پس چرا اینجا ایستادی؟ جنابی آمده و بسته است. امشب به جز ورود برای دیگران ممنوعه. میخانه از آن او باشد. من آمدم الینیکا را با خود ببرم. جناب شخصا برای اون اومده. زود باش. بیا برویم. امان برادر، بهتر است دردسر درست نشود مگر نه؟ چه لزومی دارد؟ ما چیزی که میخواهیم رو برمی‌داریم و میرویم. راه بیفت، باید برویم. تو که هستی؟ بیا، بیش از آن چیزیست که پرداخت کردی. این زن امشب باید مرا سرگرم کند. بیا اینجا. نه بادی خان نکن، او یکی از اشخاص مهم است. مثلا کیست؟ توضیح خواهم داد خان، تو را به خدا رهایش کن. گم شو. این مرد کیست؟ این چه جسارتی است؟ امان سینیور گریتی، مالکوش اولوبالی خان در مقابل شماست، مگر نمیشناسید؟ مهمان ابراهیم پاشا هستند. مطمئن باش از ابراهیم پاشا خواهم پرسید که چه کسانی را به عنوان میهمان میپذیرد. مگر اینجا سر گردن است؟ سینیور گریتی مشاور سلطان سلیمان و ابراهیم پاشا هستند، برای قصر کار میکنند. اگر او مشاور آنهاست، من هم فرمانده آنها هستم. بد شد خان. معلوم است که موضوع مرافعتان با گریتی به گوش ابراهیم پاشا رسیده. حتما آن حرامزاده ونیزی شکایت کرده است. تو چه گفتی؟ دروغ است؟ مطمئناً پدرت تو را از دامن یک زن رومی گرفته است. حضرت پاشا. حضرت پاشا. بیایید اینجا. نیازی نیست که شما رو به هم معرفی کنم، مگر نه؟ نیست. زیرا شما دیشب در یک محله بد با هم گلاویز شده.
پاشا باید درس کنم. نکن، زیرا اتفاقات بین شما برای من هیچ اهمیتی نداره. البته تا زمانی که دوباره تکرار نشود. اکنون هم دست بدهید و آشتی کنید. بار دیگری وجود نخواهد داشت. فهمیدی؟ می توانید برم. پاشا موضوع مهمی است که میخواهم با شما در میان بگذارم. بگو. بگو، گوش میکنم. حضرت پاشا، پرنسس ایزابلا. سینیور گریتی، این آخرین اخطار من است. این مسئله به شما مربوط نیست. دیگر نمیخواهم این موضوع را باز کنید. حتی نمیخواهم نام پرنسس ایزابلا را به زبان آورید. پاشا میتوانید بروید. پاشا، این مرد چیزی دارد که مرا اذیت می کند. به او زیاد از حد اعتماد نکنی. واقعا؟ ملکوش آلوبالی خان، من میدانم به چه کسی چه اندازه اعتماد کنم. تو نگران نباش. حضرت پاشا، بگو. اخبار رسیده از بهرام پاشا در آنادولو خیلی خوب نیست. شورش سپاهیان و ترکمنها که به دنبال شاه قلندر هستند از ماراش هم فراتر رفته است. ایاز پاشا، هر چه سریعتر آمادگی‌های لازم را انجام بده. پایتخت به آسی‌های آنادولو امان نخواهد داد. لازم است که با قدرت و یاری به راه افتاد. به روی چشم.